هفته خبر تو خبر داره براتون از آب شدن زهره خامنه‌ای از عواقب غلطی که تو سوریه کرد و بیرون زدن دم خروس وحشت از لابلای هارتوپورت‌های تو خالی. و این بستگی به کشورهایی مثل روسیه و چین داره و امید این هست که در ادامه کار هم از دولت سوریه که نماینده مردمش هست حمایت بکنه و اجازه نده یک سری تروریست از سراسر دنیا بلندشن بیان اونجا و برای مردم سوریه بخوان تصمیم گیری کنن. به زبون بی زبونی داره ترسش رو از سقوط نوچه گردن دراز سیدعلی در سوریه بیان میکنه. بعضی از آخوندا هم مثل این میخوان با دلخوش کردن به عمود شکسته خیمه ولایت به بسیجی های لرزونک گرفته روحیه بدن. دور و برتو ببین چه خبره، افغانستان رو میبینی، عراق رو میبینی چه خبره، ترکیه رو نگاه کن، مصر رو ببین در مصر چه خبره. فکر میکنی علت چیه؟ علت اینه که مردمشون زیر خیمه ولایت نیستند. زیر خیمه ولایت نیستند. بزک نمیر بهار میاد، کنبوزه با خیار میاد. این یارو خودش بهتر از همه میدونه که اگه خیمه بشار ولوشه عمود خیمه ولایت رو هم با خودش پایین میکشه. به این ترتیب سیدعلی که میخواست با شکارچیاش سوریه رو قلمبا کنه دست آخر خودش شکار شد. سیدعلی که از اول امسال تو فاز خلق یک حماسه سیاسی بود و میخواست نشون بده که تو نظامش خیلی صفاسیتیه، جلسات رأی اعتماد به کابینه روحانی رو زنده از تیویریش پخش کرد. چرا اگر از فتنه حرف بزنیم بگن اینا افراطی هستن؟ بس رهبر اولین افراطی هست. این ریختن آتش بر فتنه. آیا دولت گذشته فاسد و نادل بوده؟ افراطی نشده بود گفته بحثی بان. متاسفم که 10 روز دیگه خوراک برای ماهواره ها آماده کردیم. در جریان پخش زنده حماسی استخون جویدن تو مجلس اون چنان فصاحتی بالا اومد که هنوزه تو جمع و جور کردنش موندن. آیا ضرورتی داره همه مردم هم این کلمات و این اخبار و این مطالب رو بدونن؟ چه ضرورتی داره؟ او آقا میخواد 200 ما نماینده 280 نفر 290 نفر 300 نماینده فرستادیم اونجا، اونا بررسی کنن، باید بدونن. البته اگه واقعیت باشه، تهمت توش نباشه، حقیقت، اونا باید خبر داشته باشن میخوان رأی بدن. اما 70 میلیون دیگه چه ضرورت داشت خبر داشته باشه؟ اینا باید بدونن، جامعه هم باید بدونه. وقتی خبرای بزنای تو مجلس دنیا رو پر کرد، تلویزیون خارج کشوری نظام برای ماسمالی کردن صحنه‌های بیریخت مجلس این برنامه رو فرستاد رو آنتن. من نماینده‌های مجلس رو دوست دارم که راه میرن و این خیلی اتفاق خوبیه. اینکه توی مجلس هم پویایی و نشاط هست، یک نماینده با صدای بلند و رسا صحبت میکنه پشت تریبون، حمله بر این نیست که اون نماینده، خیلی از نماینده‌ها همشون واقعا وقتی میگم آقا ما با آقای فلانی با آقای ایکس و ایگرگ مشکل نداریم. واقعا من نمیدونم، بعضیا خب شیطنت میکنن، رسانه ها دوست دارن، مثل بعضی از روزنامه ها که میگن روزنامه های زرد، مجلات زرد. ما یه سری رسانه ها داریم، رسانه های زردن، زرد کم رنگ، پر رنگ، اینا دوست دارن دیگه جنجالی خبر بدن. آقا تو مجلس دعوا شد. کجا دعوا شد؟ اصلا کجا بودی تو؟ شما هم حق دارید. اصلا تو دیدی اصلا چی میگی آخه؟ باند روحانی اینا برای کنار گذاشتن
مهره‌های دولت قبلی به شیوه‌های زیرزیرک مدارانه‌ای متوسل شدن تا اینجوری حالشون رو حسابی بگیرن. یه نمونهش داستان سنگ رو یخ شدن شنبلقوزی، معاون سینمایی وزیر ارشاد در جلسه معارفه وزیر جدیده. البته بازم با حاشیه روبرو شدیم. اولیش رو جواد شمقدری رقم زد که جایی برای نشستن توی ردیف اول تالار نداشت رفت. آقا چرا تو نیستی؟ رفتید بیرون؟ من که رفتم داخل سالن. بچه‌ها اومدید بیرون؟ چند دقیقه معطل شدم، حتی حاضر شدم که صندلی بیارن که بالاخره او کنار من بشینم، چون دیگه صندلی نبود، جام نبود دیگه. من به هر حال امیدواریم که این اتفاقی که امروز افتاد نشانی از این نباشه که توی سینما ایران قراره که پای بعضیا رو قطع کنن. به این میگن کله پا کردن به شیوه غافلگیرانه. یکی دیگه از مهره‌های ایستگاه آخری که باید به زودی پیاده بشه، رئیس بنیاد کشته‌های جنگه که تو 8 سال گذشته اونجا حسابی لفت و لیز کرده و گردن کلوف کرده. حالا وقتی تو کینه کشی‌های باندی دست این آقا دزد رو شده، اساسی پلاتین چسبونده. اختلاس‌ها در بنیاد شهید به خاطر اینکه یک هیجانی ایجاد بکنین و خبر خودتون و برنامه خودتون رو هیجان آمیز بکنین، هیجان انگیز بکنین، هر خبری رو پخش نکنین که با پخش اون خبر آبروی افراد بره بی دلیل. دور میشه. ببین اگه قرار باشه جناب آقای عسگریان، اگه قرار باشه به استناد هر گفته‌ای شما جوان جویای نام یا برای اینکه هیجان ایجاد بکنی در برنامه خودت هر حرفی رو پخش بکنی، خب منم ببین شنیدم که آقای عسگریان یه کارایی میکنه، یه خلوایی میکنه، خب خوبه من بگم با این کارت امکان داره بین مردم مشهور بشی و محبوب بشی، اما آخرت خودت خراب میکنی به خاطر اینکه مثلا 10 سال 20 سال مشهور باشی، یک دنیای یک آخرت ابدی خودت خراب میکنی. به دنبال تخته شدن انواع دکون‌های آخوندی، دکون جدیدی به نام آخوند خانواده افتتاح شد. با اختصاص یک آخوند به هر خانواده، مشکل بیکاری تمام طلبه‌های قوم حل میشه. ما وقتی که میریم به خود دکترا مراجعه میکنیم، میگه برو باشه متخصص، فوق تخصص، تا مرحله آخر رسیدیم فوری میگه این مشکل اعصاب شماست. مشکل اعصاب یعنی چه؟ یعنی دست ما نیست، این روح و روان یکم مشکل داره. خب ببینید امروز روح روان تو مسجد حل میشه، با روحانی حل میشه. یعنی ما در کنار طبیب خانواده، روحانی خانواده میخوایم. هر خانواده به یه روحانی باید وابسته باشه. چرا؟ چون بعضی حرفا رو پدر بره پسر نمیتونه بزنه، پسرم بره پدر نمیتونه بزنه، زن بره شوهر نمیتونه بزنه، شوهرم بره زن نمیتونه بزنه. این روحانی میاد واسطه میشه، با زبان خودش بره مردم میگه. تمام نیاکان ما هم و اینکه علما در ایران تونستن این جور مردم رو چنان با فرهنگ به وجود بیارن که الان سرمشق همه دنیا شدیم، این بر این اساس بوده. این هم از رفتار پدری که با طبابت همین آخوند خانواده درمان شده. ببینید اما کسادی دکون آخوند خانواده پیشاپیش معلومه. دلیلش رو از زبون تئوریسین بسیجی خرکن بشنوید. آقا مصیبتی که داره اتفاق میفته اینه، سطح متوسط معلومات جامعه از سطح متوسط معلومات طلبه ها زده بالا. این خطرناکه. سطح متوسط دانش عمومی در جوونا و نوجوانا تو جامعه از سطح متوسط اطلاعات عمومی طلبه ها که تو قم و مشهد و اصفهان اینا دارن آموزش میدن تو مدرسه ها بالاتره. از اونجایی که با روی کار اومدن دولت جدید تو نظام بازار زدن برای پست و مقام خیلی داغه، تیوی ریش در کنار شیوه‌هایی مثل تیکه پاره کردن همدیگه و درست کردن نردبون از همدیگه، یک برنامه آموزشی هم اندر باب حب جاه و مقام راه انداخت.
جاه طلبی واژه‌ایه که ما معمولا منفی ازش استفاده میکنیم، ولی خب ریشه در فطرت و سرشت ما داره و قشنگ هم اساسا میل به قدرتمند بودن، میل به مقام داشتن و جایگاه و اهمیت داشتن سرشت ماست و طبیعت ماست و قشنگ این گرایش انسانی اصلا که ما در وجودمون گرایش جاه طلبی گرایش بله، انسانی است. بله همه ما دوست داریم. که شما دوست نداری که برتر باشی؟ ببین تا حالا من جاه طلب و یه منفی شنیدم. چرا میگید بده شما؟ نه من اینجا شنیدم میگن طرف جاه طلبه، یعنی طرف نه که زیاده طلب باشه، چی کار میکنه که بیشه جاه مقام دوست داره. خب دوست داره مقام داشته باشه، دوست بده داره. مگه این بد نیست. بله جاه طلبی چیز خوبیه، به خصوص جاه طلبی هسته‌ای و موشکی، اونم برای نظامی که هنوز از پس درست کردن یه خودروی سواری بر نیومده. ظریفی گفت بیاین این خودروسازی رو هم بریم دست برای بچه‌های موشکی درستش میکنن. این ماشین پیکانه، این ماشین پیکانه، پیکان جوانانه، پیکان جوانانه، رینگش مال آلمانه، کاپوت مال نیسانه، کاپوت مال نیسانه، دندش مال آلمانه، دندش مال آلمانه، منتاجه تهرانه، منتاجه تهرانه. هل بده هل بده. وقتی سوال میکنن که فرق کارگر شهرداری با تیویریش چیه، جوابش اینه که اولی آشغال جمع میکنه، دومی آشغال پخش میکنه. اینم یک نمونه برای اثبات این مدعا. حالا خودت راضی از این که موهات کمه؟ مشکل نداره. هدف اصلی این برنامه اما تلاش برای جذب بیننده در مقابله با ماهواره است. ماهواره‌ای که امان آخوندا رو بریده، هرچی هم تلاش میکنن جمعش کنن تازه بدتر میشه و بیشتر میشه. و شاید ده‌ها توجیه مردم داشته باشن برای این که عرضم به خدمتتون که شما آخوندا باعث شدین ما به سمت ماهواره بریم. ما فرض میکنیم مثلا حرف مردم درست، ما آخوندا باعث شدیم تلویزیون جمهوری اسلامی رو هر کس میگن ما هر کانالش رو باز میکنیم فقط آخوندا رو نشون میده. من نمیدونم شبکه آی فیلم من فقط آخوندا رو نشون میده، من که خیلی نگاه نمیکنم. شما نگاه میکنید؟ نه زیاد نه. کجا اینا همش دارن ورزش‌ها هم همش ورزش‌های آخوندا رو دارن نشون میدن، شبکه ورزش، شبکه بازار، شبکه آموزش. اصلا یه حرف دیگه ای میزنن میگن یا آخوندا با ماهواره مخالفن چون ماهواره بر علیه حکومت و بر علیه آخوندا حرف میزنه، اینا میخوان ما حرفای به قول معروف ضد انقلابی رو نشنویم. اینم فرض میکنیم درست، ولو راست بگن ما فیلم تلویزیون ما اشباع کننده نباشه، ولو راست بگن اخبار ما اخبار کافی نیست میخوان برن اخبار دیگه ولی این آفت رو چیکار میخوان بکنن؟ اما این مقدار رو همه قبول دارن، همه قبول دارن. از هر سمی برای بچه‌ها و جوان‌های ما کشنده و هر کس میخواد از آتیش مشکلات بیاد بیرون همین الان نیت کنه از یک گناه دوری کنه، همین گناه ماهواره، همین الان برن آنتنش رو جمع کنن. در انتها توجه شما رو به شیرینکاری دو عضو خانواده باور نکردنی ها جلب میکنیم که با یک عینک دودی ساده کاری میکنن که آدم رو در مرز بین واقعیت و کلک تصویری سرگردون میکنه. You okay?